سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت بکنم که شما به عنوان یک کارفرما چه چیزهایی باید از سئو بدونید تا به بهترین شکل بتونید با تیم سئو تعامل داشته باشید و نتیجه مطلوبی بگیرید. اولین مسئله که باید بهش توجه بکنید انتخاب یک فرد یا یک تیم درست برای برون سپاری پروژه سئو هست که مهمترین معیار شما تو این بخش باید تجربه این فرد یا اون تیم باشه، چون بخش زیادی از مهارت سئو با کسب تجربه به دست میاد. بعد از اینکه یک فرد یا یک تیم مناسب رو انتخاب کردید، باید شما به عنوان کارفرما با روش‌ها و استراتژی‌های سئو آشنا باشید. ما به طور کلی اقدامات سئو رو به 3 بخش تقسیم بندی می‌کنیم: سئو کلاه سفید، سئو کلاه سیاه و مابین اینا سئو کلاه خاکستری. اصطلاح کلاه سفید مربوط به اقداماتی میشه که کاملا اصولی و در جهت بهینه‌سازی سایت طبق معیارها و استانداردهایی که موتورهای جستجوگر گفتن انجام میشه، و اقدامات کلاه سیاه و کلاه خاکستری با هدف دور زدن الگوریتم‌ها و کسب نتایج زود هنگام انجام میشه که میتونه خیلی خطرناک باشه و ممکنه سایتتون توسط الگوریتم‌های گوگل یا هر موتور جستجوگری جریمه بشه. شما باید حتما مطمئن بشید که فردی که روی سایت شما فعالیت میکنه استراتژی اصولی و اصطلاحاً کلاه سفید رو پیگیری میکنه و انجام میده، و در غیر این صورت ممکنه خسارات جبران ناپذیری رو به سایت و کسب و کار شما بزنه. خب مسئله بعدی، وقتی که یک پروژه سئو رو شروع کردیم، آشنایی شما به عنوان کارفرما با ابزارهای تحلیل و بررسی آمار هست که 3 تا ابزار مهم اینجا ما داریم: یک سرچ کنسول، گوگل آنالیتیکس و کلری. سرچ کنسول گوگل به شما آمار رتبه ها، کلیک ها و وضعیت سایت شما در موتور جستجوی گوگل رو میده. از این طریق شما میتونید در بخش پرفورمنس ببینید روی چه کلماتی رتبه گرفتیم و میانگین رتبهتون کجا بوده و چه صفحه‌ای از سایت شما روی اون کلمه رتبه گرفته. به عنوان مثال برخی مواقع پیش میاد که روی یک کلمه‌ای رتبه داریم که زنگخور و فروشی رو اون نداریم و اصلا اطلاع نداریم که روی همچین کلمه‌ای ما رتبه گرفتیم. کارفرما و تیم فروش با بررسی این نتایج و این آمار میتونن تصمیماتی بگیرن در جهت بهبود نرخ تبدیل و فروش محصولات مرتبط با اون کلمه. مورد بعدی که پیش میاد اینه که شما روی کلمه رتبه و ورودی دارید اما فروش ندارید. در چنین شرایطی ممکنه که شما روی صفحه اشتباهی رتبه گرفته باشید. با بررسی این آمار از طریق سرچ کنسول میتونید اقدامات لازم جهت اصلاح اون رو انجام بدید. ابزار دومی که شما باید با اون آشنا باشید گوگل آنالیتیکس هست که اطلاعات کاملتری نسبت به سرچ کنسول از کل آمار سایتتون میده. سرچ کنسول متمرکز بر اطلاعات ورودی ارگانیک شما از گوگل هست، اما گوگل آنالیتیکس کل آمار رو به شما میده و شما میتونید بفهمید که چقدر از سوشیال مدیاها دارین ورودی میگیرین، چقدر از گوگل یا چقدر از تبلیغات کلیکی، و اطلاعات خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر که به شما کمک میکنه نرخ تبدیل تو سایتتون بالا ببرید. اما نرم افزار سومی که میخوام بهتون معرفی بکنم مایکروسافت کلریتی هست که خیلی آمار دقیق‌تری از رفتار کاربر به شما میده و حتی به شما این اجازه رو میده که صفحه نمایش کاربر رو کاملا ضبط بکنید و دقیقاً ببینید که کجا کاربر متوقف میشه و چه رفتاری در سایت شما داره. تحلیل و بررسی همه این آمارها به شما کمک میکنه که نرخ تبدیل رو به حد اکثر برسونید و بتونید تعامل درستی با تیم سئو داشته باشید که خیلی مهمه برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیرید. متاسفانه تمام مجموعه هایی که خدمات سئو ارائه میدن متمرکز بر فروش شما و افزایش راندمان فروش نیستن و تمرکزشون صرفاً بر بالا بردن آمارهای کلیک و رتبه ها هست. این مواردی که من گفتم برای تیم فروش و کارفرما
لازمه که آشنا بشن باش و بتونن تعامل مستمر و سازنده‌ای داشته باشن با تیم سئو. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید بیشترین راندمان رو از سئو سایتتون داشته باشید.